اینی که میبینید اینجا الان بهتون نشونش نمیدم. چرا؟ چون خیلی مهمه. یه گنج زیرشه. فرار از زندان ذهن. اینو بهتون میگم که حتما بخونید. اینجوری بهتون نشون. این کموده که اینجوری باز میشه. چون اینجا جاییه که من حالم خوب میشه. سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به یه ویدیو دیگه. خب از اونجایی که خیلیاتون سوال کرده بودید که کار خونه چی شد و خونه رو چه کار کردی، دیگه ویدیوهاشو نمیذاری، اینجور چیزا خیلی سوال پرسیده بودید و من امروز میخوام از خونه یه ویدیو بهتون نشون بدم که خیلی هم خوب و جذاب نیست، ولی بازم به خاطر این که شما سوال کرده بودید و خیلی درگیرش هم هستید که بدونید چیه، منم میخواستم بهتون نشون بدم که کار خونه یکم مونده، یکم نه که خیلی مونده، ولی بازم میخوام بهتون نشونش بدم که ولش کن، بریم ببینیم که چی هست. اینو که قبلا در ویدیو هم دیده بودید، این حال خونمه. اینجا تابلوی که قدیم بوده اینجا زدیم. اینو بهتون بگم که هنوز رنگ نکردم، بالاش مونده. این لامپ بیچاره خراب شده. این لامپ باقی هستن، این یکی خراب شده بیچاره، الان سوخت، امروز سوخت. خب اینم از تابلو دومی که خونه قبلی هم بوده، خونه پدریم، ولی از اونجا برداشتیم آوردیم اینجا. اینم از حالمونه که هنوز هیچی نداره. این تلویزیون و پلی استیشن و ایکس باکس و اون گیم و دیگه چیزایی که میبینید. خب اینم از در ورودیشه که اینو گذاشتم به خاطر این که این اسی رو شبا موتور رو میارم داخل، چون هنوز حصار نبستم دور خونم و خونم هنوز حصار نداره و جای موتورم نداره، به خاطر همین موتور رو میارم داخل میذارم تا که شب خدای نکرده یکی نبره تمام دارایی ما رو. خب اینم از حال خونم که دیدید، هنوز رنگش مونده، ولی قبلش میخوام بالا رو خوب تمیز کردم، میخوام اونجا رو ایزوگام بزنم، بعد میخوام رنگا رو خودم بزنم. ایزوگام که زدم امروزم رفته بودم بالا و تمیز کردم همه چیز. فردا که ایزوگام بیاد انشالله ایزوگام هم میکنیم. از اونجایی که درآمد من زیاد نیست، چیزی که میبینید شاید یکم طول بکشه، ولی بازم همینی که هست. میخواستم آشپزخونه و بقیه چیزایی که مثلا آشپزخونه و یه جواز لباسشویی و اینجور ظرفشویی اینجور چیزا اونا رو بیرون بذارم، ولی هنوز چون حصار دور خونم نبستم، به خاطر همین الان فعلا تو اون خونه است. این که میبینید این خونه رو جدا گذاشتم واسه دخترم، ولی فعلا آشپزخونه مونه. تمیزم نیست، نمیخوام بهتون نشون بدم، ولی بازم چون درخواست داشتید میخوام یه کوچولو نشونت بدم. این خونه ای که میبینید ولش کن، برو گم شو بابا، برو بزن باد بیاد بابا. بریم اول این خونه رو. این خونه ای که میبینید، این خونه الان جای خوابمونه، این تختمونه و اینم کمدی که قبلا بوده و آوردیم. اینجا جالباسی مونه. اینم چیزی که دارید میبینید. این کولر رو از اونجا آوردم، این کولر اینجاش بازه، خیلی سرد میکنه، ولی فعلا که زمستونه خاموشه، از بر کشیدیم. میبینید دیوارش یکم ناجوره، ولی به بزرگی خودتون ببخشید، انشالله رنگش میکنیم، بعدا هم میبینید. الان ببینید که بعدا هم ببینید. خب اینجا که قرآن گذاشته و اینجا جای بچه که اینجا میخوابن اونجا گذاشتیم. پرده اینی که میبینید اینجا الان بهتون نشونش نمیدم، شاید خیلیتون میدونید ولی بهتون نشون نمیدم، آخر سر بهتون نشون میدم. چرا؟ چون خیلی مهمه، یه گنج زیرشه. خب بریم اتاق بعدی، اتاقی که نمیخواستم بهتون نشونش بدم ولی این است. اینجا لباسامون افتادند، رنگ نشده. اینجا باقی وسایل، این چی میشه بگن، گوانزگ، گهواره، اونم مال بچه‌مون. و این چیزایی که میبینید اینجا رو نگاه نکنید، خیلی کثیفه. اینجا جای انباری مونه، یه جورای انباری مونه، ولی بازم
اینم از موتور بچه‌مون و اون کیفی که دخترم میره مدرسه و اینو که فعلا ولش کنید. اینو بلر میکنم زیاد نبینید که اینجا اشغاله گذاشتن. کتابا رو هم اینجا گذاشتم. خیلی از کتابا اینجا هستن که به درد بخورن بنویسید تا اتفاق بیفته. یکی از بهترین کتابایی که من خوندم فرار از زندان ذهن. اینو بهتون میگم که حتما بخونید. خیلی چیز مفیدیه و خیلی کتابای دیگریه ولی نمیخوام نشونتون بدم. بذار نشونتون بدم. خب میبینید که کثیفه. اون چیزهای اضافی رو گذاشتم پایین ولی اینا که میبینید حوصله نکردم اینا رو بذارم. اینجا کتابامو اینجا گذاشتم ولی چون جا ندارم میخوام در آینده که انشالله زود ایزوگامی که زدم این خونه اول بخوام این خونه رو رنگ کنم، اینجا کمد اضافه کنم، همه وسایل رو اینجا بذارم که خوشگل بشه. خب بریم آشپزخونه خیلی بسیطه ولی این هست یه آشپزخونه فقیرانه که وسایلمون ظرف رو اینجا توی داخل این گذاشتیم و بقیه رو اونجا و همینجوری که میبینید سطل اشغال اینم از آشپزخونه‌مون که این گازش از اون کپسول اون بیرونه و اونجا گذاشتم. خب اینم از آشپزخونه‌مون بود که بهتون نشون دادم. اینی که میبینید خودتون میدونید چیه. این منو که دیدید؟ ندیدید؟ این منم. خب نشون نمیدم خوبیت نداره. اینجا حالا میدونید چیه؟ همون دستشویه. خب این بود از خونم و اینی که میخواستم بهتون نشونش بدم. بذارید اینجوری بهتون نشون. این کموده که اینجوری باز میشه و زیرش این لپتاپ بیچارمه که بس ویدیو رو ادیت میکنم وای فای و اینجور چیزا. اینا رو اینجوری گذاشتم به خاطر این که اینا میزشه روی این میذارم کارم انجام میدم. اینا رو به خاطر اینجوری گذاشتم تا که بچه کوچیکم که میدونید اون بچه مبینه که میدونید که یکم شیطونی کوچولوه سرش نمیشه دی کوچولوه میاد اینا رو خراب میکنه. یکی دو دفعه هم لپتاپمو خراب کرده بود ولی بعدم درستش کردم. این است که اینجا گذاشتمش به خاطر همین و میخوام الان این ویدیو رو میگیرم داخل همون لپتاپ بیچاره میخوام ادیتش کنم بذارم تو یوتیوب. انشالله ایزوگامو که زدن میخوام رنگو شروع کنم که رنگو میخوام ولاگ بگیرم با هم دیگه ببینیم چه رنگایی میزنم و چطوری میزنم و چه کار میکنم. خب اونا رو انشالله در ویدیو آینده میبینید. حتما چنل رو سابسکرایب کنید. به حمایتشون خیلی نیاز دارم چون خیلی وقت ویدیو نذاشتم و چنلم داره افت میکنه. به خاطر خدا تو رو خدا چنلم این ویدیو رو لایک کن. اگه میخواستی بفرست واسه دوستا ولی ریکمند نمی کنم ولی بازم لایک کنید و ویدیو رو حتما ببینید. در آینده انشالله ویدیو میذارم. حتما زنگوله رو فعال کنید که ویدیو جدید بیاد بهتون خبر برسه. خب بیشتر سرتون رو درد نمیارم. این بود از ویدیو کوتاهی از ولاگ. من میخوام از این به بعد دیگه ولاگ بذارم. حالا خوشتون بیاد نیاد شاید یکی خوشش اومد یکی نیومد ولی بازم از روزانه ولاگ بگیریم انشالله. بقیه چیزها که میبینید خودتون. اونایی که میخوان بمونن میبینن، اونایی که نمیخوان بمونن دیگه توضیح ضرورت نداره. این بود از ولاگ هوم تور من، هاوس تور من، هوم تور چی هرچی بهش میگن. این بود ولی هنوز رنگ نشده خوب نیست ولی بازم به بزرگی خودتون ببخشید. دیگه ولاگای روزانه، ولاگای هفتگی یا ولاگای چی بهش میگن دل کرد میذارم دل کرد نمیذارم. خب من اینجوری هم گاهی وقتاش فول شارژم ویدیو میگیرم میذارم تا یه ماه دو ماه ولی بعدا دوباره گم میشن تا 3-4 ماه بعد دوباره میام چون اینجا جاییه که من حالم خوب میشه. اینجا جاییه که من واقعا حس میکنم حالم خوبه. با شما که صحبت میکنم، با شما که کامنت میذارید باهاتون صحبت میکنم، اینجا جاییه که من باش گرم میگیرم. خب دوستتون دارم.
تا یه ویدیو دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.